امشب برای شعر هم حالی ندارم، پرواز میخواهم ولی بالی ندارم. در عصر ما پرواز را ممنوع کردند، سر دادن آواز را ممنوع کردند. یه دست همینجا بزنید تا اینجا کبوترها قفس را میشناسند، اندیشه ها و ریشه ها محکوم داستند. قانون جنگل آنچنان شد انحصاری که از هر طرف یک شیر میگردد فرار. وقتی که جنگلبان تبر در دست دارد، وقتی پسر در قتل مادر دست دارد، وقتی که اینجا هر کسی در فکر خویش است، میزان ایمان و عمل در حد ریشه است. وقتی که چشم مردها در خواب باشد، باید همینجا مثل یک مرداب باشد. اینجا کسی مفهوم شادی را نفهمید، معنای درد نامرادی را نفهمید. اینجا تمام کوچه ها بنبست بودند، جلادهای سنگ دل سرمست بودند. وقتی که آزادی فقط ضرب المثل شد، این مسئله با ضرب چوب و دشنه حل شد. ای آخرین مرد خدا، پس کی میایی؟ کی قفل را از این قفس ها میگشایی؟ دستان سرد مردمت خالیست آقا، این وعده ها افسوس پوشالیست آقا. آقا جهان را کفر سر تا سر گرفته، شیطان تمام شهر را در بر گرفته. آن روز موعودی که میگفتی همین است، امروز ظالم صاحب این سرزمین است. آن روز موعودی که میگفتی همین است، امروز ظالم صاحب این سرزمین است. دنیای ما را ظلم و کین تسخیر کرده، بیداد را ابلیس عالمگیر کرده. اینجا چپاول فکر قدرت هاست آقا، حق و حقیقت یکه و تنهاست آقا. دنیا پر از دام است و اهداف سیاسی آقا، شما نامردها را میشناسی؟ اینجا تمام حرف ها ناگفته مانده، این نامه ها را هیچ کس آقا نخوانده. وقتی که فکر و ذهن را تفتیش کردند، این زخم را ناسورتر از پیش کردند. دیگر برای گفتن حق دیر باشد، وقتی قلم در قفل و در زنجیر باشد. دیگر برای گفتن حق دیر باشد، وقتی قلم در قفل و در زنجیر باشد. تنها جواب آینه سنگ است آقا، این صورتک ها برق نیرنگ است آقا. اینجا تمام حرف ها بی اعتبارند، منصورها این روزها بالای دارند. تا کعبه های شهرمان در خواب باشند، ضحاک ها باید که در محراب باشند. اینجا محبت ریشه در تصویر دارد، این بیشه تنها اسمی از یک شیر دارد.